درفشی کاویان. درفشی کاویان به دوره کاوه آهنگر و ظلم ضحاک ماران راست می آید. شاه بیگانه ای که به سر مردم آریایی حکم کرد و به آنها ظلم کرد، همان ضحاک ماران که بر مقابل او کاوه آهنگر برخاست. در دوره های قدیم در نزد درفش کاویان روحانیان نشسته دعاخوانی می کردند تا به دولت یگان سیاهی و یگان بلایی نرسد. ارزش درفش کاویانی زمان ساسانیان با پول عربی 2 میلیون درهم می شد. اگر ارزش آرایش درفش کاویانی زمان ساسانیان را به مبلغ امروزه حساب کنیم، به 2 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا برابر می شود. کاوه آهنگر همان پیش دامن خود را به نوک نیزه گرفته به مقابله برآمد بر ضد ضحاک ماران که مارهای او مینه سر فرزندان او را و دیگران را خورده بودند. 17 پسرش نابود شد از 18 پسری که داشت. آنها ضحاک ماران را از قدرت برکنار کردند. به جای او فریدون به سر قدرت آمد. او یک ایرانی بود. او ذکر کرد همان پیش دامن کاوه پرچم دولتی ما به حساب می رود، یعنی همان درفش کاویانی کاوه آهنگر را او پرچم دولتی خود و پرچم دولتی ایرانیان قرار داد. اگر که ما درباره قبول نخستین پرچم تاجیکان از طرف یگان حکومت یگان شاه گوییم، این کلاً خطا است. این پرچم از میان خلق برآمد، همان کاوه‌ای که گفتیم. از این لحاظ در ماده 6 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آورده شده است سرچشمه یگانه حاکمیت این خلق است. نشان دیگری پرچم قدیمی ما یعنی درفش کاویان این عدالت بود، زیرا کاوه آهنگر برای برقراری عدالت برخاسته بود. همان درفش کاویانی از دوره شاه فریدون تا زمان ساسانیان وجود داشت. هر شاهی که به سر قدرت می آمد به آن یک پوست علاوه می کرد. فردوسی می نویسد که درفش کاویانی چنان از گوهر آرا داده شده بود که چرم آن دیگر نمی تافت. در مأخذهای تاریخی آمده است که برای نگهداری این پرچم و یا درفش کاویانی یک گارد در اصفهان وابسته شده بود. بعد از فروپاشی امپریای ساسانیان و حمله عرب‌ها به این سرزمین‌ها، این درفش از جانب آنها همچون یک غنیمت ربوده شد.